الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران مسلمان و همه کسایی که صدای بنده را میشنوید. برادران عزیز، در این عصر زمانی که ما و شما زندگی میکنیم عصری پر از فساد است. زمانی است که اخلاق انسانی نمانده است، قدر منزلت انسانیت نمانده است، عدل انصاف در میان مردم برداشته شده است، امانت، صداقت، پاکدامنی، عفت و آبرو از بین رفته است. در همچنین زمان نیاز است که مسلمان ها به دین خود بیشتر تمسک داشته باشند، به دین خود بیشتر چنگ بزنند و دین خود عملی بگردانند، چون که اسلام دین پاکی و صفا است. اسلام انسان از هر نوع اخلاق بد، از هر نوع چیزهای بد حفظ میکنه، انسان صفا و پاک میکنه. برادران و خواهران گرامی، اسلام دینی است که پیروی خود به بالاترین درجات پاکی و صفا و نیکویی میرسانه، هم در ظاهر و هم در باطن. چون که اسلام دلها را پاک میکنه، نفسها را تربیت میکنه و انسان را براستی، عدالت و اخلاص فرا میخوانه. اسلام ما را می آموزد که ظاهر و باطنمون یکی باشد، گفتار و کردارمون با هم هماهنگی داشته باشد، عقیده و عمل ما استوار و محکم باشد. هر اندازه که انسان در دین خود پابندتر باشد، در عبادت و اخلاقش خوبتر و بهتر می شود. و هر اندازه که انسان به آداب و راه و رسم اسلامی بیشتر عمل کند، به همون اندازه دل انسان پاک می شود، فهمش روشن می شود و زندگیش زندگی آرام و آسوده می باشد. این همه خوبی ها در اسلام است. الله عزوجل در قرآن کریم می فرماید والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. آنانی که راه هدایت را در پیش گرفتند، الله عزوجل بر هدایتشان افزود و پرهیزگاریشان را به آنها بخشید. و همچنین الله عزوجل در دیگر جای قرآن می فرماید و یزید الله الذین اهتدوا هدى. الله کسانی را که هدایت یافتند هدایتشان را بیشتر می کند. اگر انسان در راه حق قدم برداره و صادقانه در راه پاکی تلاش کنه، الله عزوجل خودش راه را برای او آسان می کند، هدایت او را می افزاید، دل او را از نور ایمان پر می کند. نمونه کامل و زیبای این حقیقت جامعه صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. آنها پاکترین و برترین انسانها بودند. دلهایشان پاک صفا، جانهایشان تزکیه یافته، نفسهایشان تزکیه یافته بود و اعمالشان خالص برای الله عزوجل بود. به حق تمسک جستند، به حق واقعا عمل کردند، در راه حق صبر کردند، در دعوت و در رساندن پیام الهی صبر کردند، اذیت و آزار را تحمل کردند، دین برای مردم رساندند و از دین دفاع کردند صادقانه. و الله عزوجل از آنها خوشنود شد، از آنها راضی شد، رضایت خود را در روی زمین برای آنها اعلان کرد. الله عزوجل درباره آنها می‌فرماید والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار. والذین اتبعوهم باحسان. و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند. رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله از آنها خوشنود شد، آنها نیز از الله خوشنود شدند. و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. و برای آنها باغ‌های آماده کرده که از زیر آنها نهرها جاری است و همیشه و جاودان در آن خواهند بود. ذلك الفوز العظیم. این از کامیابی بزرگ. جامعه صحابه
جامعه پاک و نیکو و معیار و الگوی همه جامعه های اسلامی است. هر جامعه که اگر بخواهد به عزت، آرامش و پیشرفت واقعی برسد، باید به راه و روش صحابه نزدیک شود، به اخلاص آنها نزدیک شود، به صداقت آنها نزدیک شود و به پابندیشان به شریعت الله عزوجل به آنها نزدیک شود. رسیدن به مقام آنها شاید دشوار باشد، اما خود مانند آنها ساختن این یک افتخار بزرگ است برای هر انسان. پیروی از آثار آنها نعمت بسیار بزرگ است برای انسان. و آراسته شدن، خود آراسته کردن به اخلاق آنها مقام بسیار بزرگ است. پس در راه پاکی، در راه عمل کردن به دین الهی باید تلاش کنیم. دلهای خود را از کینه و ریا پاک کنیم. اعمال را خالص برای الله عزوجل انجام بدهیم و در راه ایمان و عمل صالح استوار و محکم بمانیم. الله عزوجل همگی ما و شما را از بندگان پاک و رستگار خود بگردانه و در دنیا و در آخرت همراه نیکان و صادقان ما را بگردانه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.